در ایتالیا عاقبت‌های آبخیزی را برطرف می‌کنند. طبق معلومات آفت طبیعی در ونیزیا به همه ساکنان شهر تاثیر رسانیده است. خسارات آبخیزی بیشتر به بخش سیاحی رسیده، طربخانه و مهمانخانه‌ها که همه روزه به صدها نفر خدمت می‌رسانیدند، زیر آب موندند. خودرسان باید شد که این آفت طبیعی در ونیزیا شدیدترین آبخیزی دوم نیم عصر اخیر به حساب می‌رود. در نتیجه باران‌های بیش 70% این شهر زیر آب مانده است. حجم خسارات آفت طبیعی به 1 میلیارد یورو می‌رسد. کارمندان حفظ حقوق در داخل یک ماشین بارکش که با واسطه کشتی از نیدرلند به بریتانیا کبیر انتقال داده میشد، 25 مهاجر غیرقانونی را پیدا کردند. همه آنها در یخدان نقلیات بارکش قرار داشتند. کشتی به شهر روتردام نیدرلند برگشت. پلیس راننده ماشین را مورد پرسش قرار می‌دهد. درباره شهروند کدام دولت بودن معاجران معلومات داده نمی‌شود. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که رسا 2 هفته پیش در قسمت شرقی انگلیا در داخل یک نقلیات بارکش جسد 39 شهروند ویتنام پیدا شده بود. به اطلاع پلیس آنها از سبب خنکی در یخدان ماشین به هلاکت رسیدند. وابسته به این فاجعه در بریتانیا کبیر 2 نفر و در ویتنام 8 نفر به محکمه کشیده شدند. حکومت یونان قرارگاه‌های پر از مهاجر را در جزیره‌هایش می‌بندد و مرکزهای پوشیده را با شرایط‌های نسبتاً سخت‌تر تشکیل می‌کند. طبق معلومات در این مرکزها فراریانی که امکان پناهگاه یافتن را ندارند جایگیر کرده می‌شوند. با گفته حکومتداران یونان این تصمیم امکان می‌دهد که نظارت مهاجران غیرقانونی تقویت داده شود. این در حالی است که فعالان حفظ حقوق وابسته به شرایط بد در مرکز نگهداری مهاجران موریای این کشور اظهار نگرانی می‌کنند. طبق معلومات در این قرارگاه فراریان که برای 3000 نفر پیش بینی شده است، زیاده از 15000 مهاجر زندگی می‌کنند.